درس‌های از بودیسم برای عملگرا شدن. خودت رو مجبور کن دست به کار شی. تو زندگی کارهامون نشون میده کی هستیم. عمل همیشه از حرف مهمتره. بودا گفته بعضی وقتا باید اجازه بدیم اتفاقها خودشون پیش برن و بعضی وقتا خودمون دست به کار شیم. وقتی انگیزه کم میشه و هدفهامون دور به نظر میرسه، بودیسم میتونه نیروی درونی رو روشن کنه و ما رو به عمل هدفدار هدایت کنه. عمل کردن یعنی عبور از مانع‌های ذهنی که جلوی رشد و شادی ما رو میگیرن. رشد و رضایت به توانایی ما در انجام کارهای معنادار و مستمر بستگی داره. بودیسم با آگاهی، مسئولیت پذیری و پذیرفتن سختی‌ها راهنمای ماست تا سکون رو کنار بذاریم، قدم‌های جدی برداریم و به هدف‌هامون برسیم. درس اول، روی چیزهایی که میتونی کنترل کنی تمرکز کن. هممون تجربه کردیم که از فشار زندگی غرق بشیم، از کار و شلوغی روزمره تا اتفاقات ناگهانی. این حس کنترل و بهره‌وری ما رو کم میکنه و حتی روی سلامت ذهن تأثیر میذاره. بودیسم با تمرین آگاهی کمک میکنه تو لحظه باشیم و بدون قضاوت به افکار و احساساتمون توجه کنیم. تمرکز روی درونمون کنترل واکنش‌ها رو بیشتر میکنه. اصل ناپایداری یا آنیکا میگه همه چیز گذراست. وقتی اینو بپذیریم، راحت‌تر از آشفتگی بیرونی جدا میشیم و روی حال درونیمون تمرکز میکنیم. تمرکز روی چیزهایی که دست خودمونه باعث میشه استرس کمتر بشه، چون دنبال کنترل خارج از دسترس نیستیم. بهره‌وری بالاتر بره، چون انرژیمون درست خرج میشه. آرامش و تعادل بیشتری پیدا کنیم و با فراز و نشیب‌های زندگی راحت‌تر کنار بیایم. رام‌های عملی: 1. مدیتیشن آگاهی روزانه. هر روز چند دقیقه تو جای ساکت روی نفس تمرکز کنید و هر وقت حواس پرت شد آرام برگردید. این کمک میکنه ذهن در لحظه بمونه و کمتر درگیر اتفاقات بیرونی بشید. 2. نوشتن افکار و واکنش‌ها. آخر روز چند دقیقه افکار و واکنش‌ها رو یادداشت کنید. چه چیزی استرس ایجاد کرد و چطور پاسخ دادید. با مرور الگوهای ذهنی و درک بهتری از درون پیدا می‌کنید. 3. تمرین تنفس 4-7-8. وقتی غرق احساس شدید 4 ثانیه دم، 7 ثانیه نگه داشتن، 8 ثانیه بازدم آهسته. چند بار تکرار کنید تا استرس کم بشه. بودا مثال مردی که تیر خورده رو زد. به جای تمرکز روی اینکه چه کسی تیر زده، اول باید تیر رو در بیاره. یعنی تو مشکلات روی واکنش خودمون تمرکز کنیم، نه خود حادثه. بودا میگه ذهنت رو کنترل کن، وگرنه ذهنت تو رو کنترل میکنه. با تمرین روزانه یاد میگیریم روی چیزهایی که دست خودمونه تمرکز کنیم. استرس کمتر و بهره‌وری و حس خوب بیشتر میشه. کلید عمل واقعی درون خودمونه. درس دوم، مسئولیت پذیر باش. وقتی اوضاع خراب میشه، راحت شرایط، آدمها یا بدشانسی رو مقصر میکنیم. این شاید موقت آرامش بده، ولی در نهایت ما رو تو چرخه ناامیدی و بیعملی نگه میداره. در بودیسم قانون کارما میگه هر فکر و عملی پیامد داره و در نهایت به خودمون برمیگرده. یعنی ما سازنده زندگی خودمونیم. وقتی مسئول اعمالمون باشیم، قدرت ساختن آینده رو میپذیریم. مسئولیت پذیری باعث میشه بهتر و آگاهانه تر انتخاب کنیم. ذهنیت قربانی بودن رو کنار بذاریم و کنترل زندگی رو به دست بگیریم. با این دیدگاه راه تغییر واقعی و ماندگار باز میشه. گام‌های عملی: تفکر روی تصمیمات گذشته. به انتخاب‌های مهم و نتایجشون فکر کنید و ببینید نقش خودتون چه بوده. این کمک میکنه اثر مستقیم اعمالتون رو بهتر بفهمید و مسئولیت پذیری قوی تر بشه. 2. تعیین نیت روزانه. هر روز با نیت‌های روشن شروع کنید. این که چطور با کارها و آدمها برخورد کنید. این مثل نقشه راه عمل میکنه و رفتارتون رو با ارزش‌ها و اهداف هماهنگ نگه می‌داره. 3.
تمرین مسئولیت پذیری با همراه. یه دوست یا مربی پیدا کنید تا اهدافتون رو باهاش در میون بذارید و مرتب پیشرفتتون رو بررسی کنید. این حمایت بیرونی انگیزه و پیگیری رو راحت تر میکنه. بودا داستان کشاورزی رو گفت. کشاورز محصولش رو از دست داد و همه چیز رو مقصر میدونست تا اینکه فهمید بارون شاید دست خدا باشه، اما شخم زدن و کاشتن دست خودشه. این نشون میده عوامل بیرونی اثر دارن، ولی سرنوشت با اعمال ما ساخته میشه. بودا میگه تو باید تلاش کنی. بوداها فقط راه رو نشون میدن. با پذیرش کارما و مسئولیت شخصی میتونیم خودمون رو به اقدام برسونیم و زندگیمون رو تغییر بدیم. درس سوم، ناراحتی رو در آغوش بگیر. همه ما دوست داریم از ناراحتی فرار کنیم، چه کارهای سخت باشه چه مواجهه با ناشناخته ها. اما فرار جلوی رشد ما رو میگیره. تو بودیسم دوکا یعنی رنج و ناراحتی بخشی طبیعی از زندگیه. بودا میگه به جای فرار باید باهاش روبرو شیم و درکش کنیم، چون همین درک رشد و بینش عمیق میاره. قبول ناراحتی برای قوی شدن ضروریه. وقتی شجاعانه چالش ها رو میپذیریم، انعطاف پذیرتر و قویتر میشیم و با دیدن مشکلات به عنوان فرصت، ذهنمون از ترس به رشد تغییر میکنه. گام‌های عملی، خارج شدن از منطقه راحتی. کارهایی که شما رو به چالش میکشن انجام بدید. از کوچک شروع و کم کم سخت‌ترها رو بپذیرید تا با ناراحتی راحت‌تر کنار بیاید. تأمل روی ناراحتی‌های گذشته، تجربه‌های ناراحت کننده‌ای که باعث رشدتون شدن رو یادآوری کنید و بنویسید. این نشون میده ناراحتی اغلب مقدمه رشده. پذیرش ناراحتی در مدیتیشن. ناراحتی ذهنی یا بدنی رو هنگام مدیتیشن مشاهده و بپذیرید. این ذهن رو انعطاف پذیرتر میکنه. بودا خودش از رفاه راحتی گذشت و با سختی ها مواجه شد تا به راه میانه رسید. همونطور که گفت مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده، همیشه میتونی دوباره شروع کنی. پذیرش ناراحتی مسیر رشد و انعطاف پذیری رو باز میکنه. درس چهارم، تجسم منفی رو تمرین کن. ترس از ناشناخته اغلب جلوی عمل ما رو میگیره و باعث نگرانی از شکست میشه. در بودیسم تمرین ماراناساتی، آگاهی از مرگ، یاد میده همه چیز ناپایدار و در حال تغییره و وقتی اینو بپذیریم با نااطمینانی ها آرامتر کنار میایم و تاباوریمون بیشتر میشه. همچنین تجسم منفی یعنی تصور بدترین سناریوها و برنامه ریزی برای مقابله با اونها. ذهن رو آماده و ترس رو کاهش میده و کنترل بیشتری روی واکنش ها بهمون میده. گام های عملی، تجسم بدترین سناریوها و برنامه ریزی. شکست ها یا چالش های ممکن رو تصور و برای مقابله باهاشون برنامه ریزی کنید. این کار ترس از ناشناخته رو کم و آمادگی ذهنی ایجاد میکنه. یادآوری چالش‌های گذشته، به سختی‌ها و شکست‌های قبلی فکر کنید و ببینید چطور از اونها عبور کردید. این اعتماد به نفس برای مدیریت آینده میده. تمرین قدردانی از لحظه حال. هر روز از چیزهای خوب زندگی مثل سلامت، روابط و دستاوردها قدردانی کنید تا ذهن از نگرانی آینده دور و روی حال متمرکز بمونه. مثال بودایی، راهبی با تجسم فقدان وسایلش قدردانی و درک عمیق‌تری از زندگی پیدا کرد و ترس و وابستگی کم شد. بودا میگه درد حتمیه، رنج اختیاریه. یعنی درد و شکست حذف نشدنیه، اما میتونیم پاسخمون رو انتخاب کنیم و با شجاعت و انعطاف با چالش‌ها روبرو شیم. درس پنجم، اهداف واضحی تعیین کن. وقتی هدف مشخص نداریم، احساس سردرگمی و دودلی می‌کنیم و ممکنه پتانسیلمون تحقق پیدا نکنه. بودیسم با مسیر اصیل هشتگانه یاد میده که نیت درست و تلاش درست اهمیت داشتن اهداف روشن و پیگیری مستمرشون رو نشون میده. اهداف واضح به ما جهت و انگیزه میدن، نقشه راه مشخص میکنن و کمک میکنن کارها و اقداماتمون رو اولویت بندی کنیم. وقتی هدف مشخص داریم، تصمیم گیری آسونتر، پیشرفت قابل اندازه‌گیری و رضایتمندی بیشتری داریم.
و به آرزوها نزدیکتر میشیم. گام‌های عملی، اهداف واضح و قابل دستیابی. اهداف مشخصی تعریف کنید که با ارزش‌ها آرزوهاتون همسو باشند و اهداف بزرگ رو به مراحل کوچکتر تقسیم کنید تا مسیر روشن بشه. تقسیم اهداف به وظایف کوچک. هر هدف رو به بخش‌های کوچک با مهلت مشخص تقسیم کنید تا رسیدن به اهداف بزرگ راحت‌تر و پیوسته باشه. بازبینی و تنظیم منظم اهداف. پیشرفتتون رو مرتب بررسی کنید و در صورت نیاز اهداف رو هماهنگ با شرایط و اولویت‌ها اصلاح کنید. بودا هم با تعهد به روشنگری ثابت کرد که ثبات قدم و صبر مستمر نتایج بزرگ میاره. مثل قطره قطره پر شدن کوزه، هر گام کوچک ما رو به هدف نزدیک میکنه. درس ششم، خودانضباطی رو توسعه بده. ثبات قدم برای رسیدن به اهداف سخته و کمبود خودانضباطی باعث شکست و رکود میشه. بودیسم با تمرین سامادی، تمرکز و مایندفولنس کمک میکنه ذهن متمرکز بمونه و قدرت درونی برای حفظ انضباط شکل بگیره. خودانضباطی شامل تعهد به روال روزانه، تمرکز روی اهداف و غلبه بر وسوسه هاست و باعث شکل‌گیری عادتهای مثبت، افزایش تاب‌آوری و دستیابی به موفقیت بلند مدت میشه. گام‌های عملی، روال روزانه بسازید. برنامه مشخص برای کار، ورزش، استراحت و رشد شخصی داشته باشید و حتی وقتی انگیزه کم شد بهش پایبند بمونید. این کار خودانضباطی و بهره‌وری رو تقویت میکنه. مدیتیشن برای تمرکز. مدیتیشن آگاهی روزانه تمرکز و توانایی ماندن روی اهداف رو بالا میبره. با جلسات کوتاه شروع کنید و به مرور طول مدت رو افزایش بدید. چالش‌های کوچک تعیین کنید. با اهداف کوچک شروع کنید، مثل زود بیدار شدن یا ورزش روزانه، تا اعتماد به نفس و تعهد به خودانضباطی تقویت بشه. موفقیت‌های کوچک رو جشن بگیرید. راهبان بودایی نمونه‌ای از زندگی منضبط هستند و بودا میگه استقامت یکی از سخت‌ترین رشته هاست، اما پیروزی نصیب کسی می شود که استقامت می کند. خودانضباطی یعنی ساخت عادتها و ذهنیت‌هایی که اهداف بلند مدت رو پشتیبانی می کنند، نه فقط اراده. درس هفتم، در مورد پیشرفت تأمل کن. زمان هفتگی برای تأمل. هر هفته وقتی مشخص رو به بازبینی دستاوردها، چالش‌ها و درس‌های آموخته شده اختصاص بدید. فکر کنید چه کاری خوب پیش رفت و چه کاری میتونست بهتر باشه. دفترچه یادداشت روزانه. افکار، احساسات و وقایع روزانه رو بنویسید و دوره‌ای مرور کنید. این کار به شناسایی الگوهای رفتاری، زمینه‌های رشد و جشن گرفتن موفقیت‌ها کمک میکنه. بازخورد از دیگران. پیشرفت و درس‌های خودتون رو با مربی یا دوست قابل اعتماد در میان بذارید. بازخورد خارجی بینش جدید و راهنمایی ارزشمند برای رشد فراهم میکنه. بودا هم تأمل منظم روی آموزه‌ها و تأثیرشون روی شاگردانش رو تمرین میکرد تا رشد و یادگیری مستمر ایجاد بشه. او میگه آرامش از درون میآید، آن را بیرون جستجو نکن. با تأمل نه تنها گذشته رو مرور میکنیم، بلکه راه به سمت بهترین نسخه خودمون رو هم هموار میکنیم. گام‌های عملی. زمان هفتگی برای تأمل. هر هفته وقتی رو برای مرور دستاوردها، چالش‌ها و درس‌های آموخته شده اختصاص بدید. بررسی کنید چه کاری درست بوده و چه کاری میشه بهتر انجام داد. این کار خودآگاهی رو تقویت و امکان اصلاح مسیر رو فراهم میکنه. دفترچه روزانه. فعالیت‌ها، افکار و احساسات روزانه رو یادداشت کنید و دوره‌ای مرورشون کنید. این کار کمک میکنه الگوها و عادتها رو شناسایی کنید، دستاوردها رو جشن بگیرید و زمینه‌های رشد رو پیدا کنید. بازخورد با مربی یا دوست. پیشرفت خودتون رو با کسی قابل اعتماد در میان بذارید و بازخورد بگیرید. این گفتگوها دیدگاه‌های خارجی و راهنمایی‌های ارزشمندی برای رشد شخصی و حرفه‌ای ارائه می‌کنند. بودا خودش هم به تأمل منظم پایبند بود تا آموزه‌ها و پیشرفت شاگردانش رو بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنه.
همانطور که گفت، آرامش از درون می آید. آن را بیرون جستجو نکن. تأمل یعنی نه فقط نگاه به گذشته، بلکه یادگیری از تجربه ها و حرکت به سمت بهترین نسخه خودمون. جمع‌بندی: اقدام کن. 7 درس بودایی برای توانمندسازی و دستیابی به اهداف. تمرکز بر آنچه قابل کنترل است. روی اعمال خود تمرکز کنید و شرایط بیرونی را رها کنید تا آرامش و بهره‌وری افزایش یابد. مسئولیت پذیری: مالک تصمیمات خود باشید تا رشد و پیشرفت شخصی تقویت شود. در آغوش گرفتن ناراحتی ها را فرصتی برای رشد و تاب‌آوری ببینید. تمرین تجسم منفی: بدترین سناریوها را تصور کنید و برای مقابله با آنها آماده شوید تا ترس کاهش یابد. تعیین اهداف واضح: اهداف روشن جهت و انگیزه می‌دهند و پیشرفت را قابل اندازه‌گیری می‌کنند. توسعه خودانضباطی: با تمرین مدیتیشن و روالهای منظم، تمرکز و موفقیت بلند مدت حفظ می شود. تأمل در پیشرفت: دستاوردها را جشن بگیرید و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنید. این اصول به اقدام عمدی و هوشمندانه در زندگی تأکید دارند. با پیاده‌سازی آنها، رشد شخصی، تاب‌آوری و وضوح در مسیر رسیدن به اهداف افزایش می‌یابد. چند نکته عملی: اهداف واضح تعیین کنید. با اهدافی شروع کنید که با ارزش‌ها و آرزوهای شما همسو هستند تا مسیرتان روشن شود. ناراحتی را بپذیرید و رشد کنید. ناراحتی‌ها را فرصت یادگیری و توسعه ببینید و خودانضباطی را از طریق عادات و روالهای آگاهانه پرورش دهید. به طور منظم تأمل کنید. دستاوردها را جشن بگیرید و از چالش‌ها درس بگیرید تا رشد مستمر داشته باشید. یادآوری بودا: سفر 1000 مایلی با یک قدم آغاز می شود. هر قدم کوچک شما را به رشد، رضایت و موفقیت نزدیکتر می کند. با اقدام عمدی و استفاده از این اصول می توانید چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای پیشرفت و شادی تبدیل کنید و زندگی معنادارتری بسازید.